президенти Туркия Раджаб Таyyip Эрдоган میگوید اگر بعد بیرونشوی نیروهای پیمان ناتو از افغانستان حضور افسر و سربازان ترکی در فرودگاه بین‌المللی شهر کابل نگه داشته شود، ترکیه با کمک آمریکا نیاز خواهد داشت. روز 14 ایون در پایان ملاقات سران کشورهای عضو پیمان در شهر بروسل، پرزیدنت ترکیه گفت اگر ناتو خواهد که نیروهای ترکیه در افغانستان بمانند، پس برای نیروهای ما دستگیری دیپلماتی، لوجستیکی و مالی آمریکا خیلی اهمیت خواهد داشت. رهبران ناتو در نشست دیروزه موافقت کردند که بعد بیرونشوی نیروهای ائتلاف بین‌المللی سرمایه‌گذاری فعالیت فرودگاه بین‌المللی کابل ادامه می‌یابد و با گفته دبیر کل پیمان ناتو، ترکیه در تنظیم کار فرودگاه مذکور نقش کلیدی دارد. روز دوشنبه پرزیدنت آمریکا جو بایدن با رهبر ترکیه دیدار و گفتگو داشت. پرزیدنت اردوغان میگوید در بین ترکیه و آمریکا یگان مشکلی نیست که حل نشونده باشد.